آیسان اسلامی هم که کل بردار در اومد، به هر کی گفت کمکت میکنم کمکش نکرد. یه خونه 100 متری برای شما پیدا بکنه، تو اون خونه هستین، من مادام العمر اجاره اون خونه رو من میدم. البته این شایعه‌ایه که پیجا افشاگری میسازن واسش. بریم این داستان از دهن خود آقا رضا بشنویم، اون برادر بزرگترش یزدان. آیسان چه قولایی به شما داد و این قولا رو اجرا کرد، عمل کرد یا نه؟ آره به قولش عمل کرد. خونه به هم مایی درد من به خودم دادم. آقا یزدان شما تایید می‌کنی؟ یزدان یه پسر خیلی با استعداد خواننده است که تا الان فقط به خاطر بیپولی نتونست آهنگ بخونه. داداش استریو رو بگیر. خب دمت گرم. من خودم تنظیم کنندم، به یزدان قول دادم که حمایتش کنم چون واقعا صدای خیلی خفنی داره. اون حمایت شما. شما دوستان میخواد این برنامه منو حمایت کنید، پیجشو فالو کنید. چقدر این رضا مهربونه، چقدر آقاه. والا تو موسیقی ایران تا زد و بند نداشته باشی، پول نداشته باشی، تو مافیا موسیقی نباشی به هیچ جای نمیرسی. ولی ما میخوایم ثابت کنیم که با حمایت مردم میشه یه خواننده معروف شد.